تلبیس قزوینی در نقل قول ابن تیمیه. قضیه هجوم به خانه حضرت زهرا از قطعیاته که حتی خود ابن تیمیه به صراحت میگه بر اینکه اینها کبس البیت، به زور وارد خانه شدن. بینندگان گرامی، دروغ گفتن و تلبیس نمودن در نقل روایات از کتب اهل سنت یکی از ویژگی‌های این آخوند و دیگر آیات رافضی است که هنگام نقل روایت از کتب اهل سنت از هر گونه خیانت، تلبیس و دروغ کوتاهی نمی‌کنند و می‌خواهند تا با عوام فریبی عقاید باطل خیش را برای مردم صحیح جلوه دهند. همان گونه که در این کلیپ مشاهده نمودید، جناب آیت الله قزوینی روایتی را از شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله نقل نموده و ادعا می‌کند که این قول ابن تیمیه است، در حالی که ابن تیمیه این قول را به نقل از روافض بیان نموده و آن را رد می‌کند. ابن تیمیه رحمه الله در کتاب منهاج السنة النبویه جلد 4 صفحه 290 عقیده و ادعای روافض را در مورد داخل شدن ابوبکر رضی الله عنه به خانه فاطمه رضی الله عنها و آزار ایشان و پشیمانی از این کار در آخر عمر را بیان کرده میگوید: فصل قال الرافضي الثامن قول ابي بكر في مرض موته ليتني كنت تركت بيت فاطمة لم اكبسه والرد عليه. فصل جدید. رافضی میگوید: هشتم، در مورد قول ابوبکر در مرض مرگ خود گفت: ای کاش من منزل فاطمه را رها می کردم و داخل آن نمی شدم. و جواب این ادعا بعد از آن این قول و اعتقاد روافض را رد نموده میگوید: اما اقدامه عليهم انفسهم بأذى فهذا ما وقع فيه قط باتفاق اهل العلم والدين، وإنما ينقل مثل هذا جهال الكذابين ويصدقه حمق العالمين الذين يقولون إن الصحابة هدموا بيت فاطمة وضربوا بطنها حتى أسقطت، وهذا كله دعوى مختلق وإفك مفترى باتفاق أهل الإسلام، ولا يروج إلا على من هو من جنس الأنعام. اما اینکه ابوبکر صدیق رضی الله عنه اقدام به اذیت فاطمه رضی الله عنها کرده است، به اجماع اهل علم و دین اتفاق نیفتاده است، بلکه امثال این دروغ‌ها را انسان‌های نادان و دروغگو نقل نموده و احمقان دنیا آن را باور می‌کنند. کسانی که می‌گویند صحابه خانه فاطمه رضی الله عنها را خراب نمودند و بر پهلوی ایشان ضربه وارد کردند تا که سبب سقط جنین ایشان شد. همه این موارد به اتفاق مسلمین ادعاهای دروغین و تهمت‌های ساخته شده است که جز چهار پایانی آن را ترویج نمی‌دهند. بینندگان محترم، این است حقیقت آنچه که شیخ الاسلام ابن تیمیه آن را نقل می کند. اما آقای قزوینی با قطع برید چنین وانمود می کند که ابن تیمیه رحمه الله به این چیز صراحت نموده و آن را تایید می نماید و از آوردن بقیه سخن شیخ الاسلام خودداری می نماید تا مبادا دروغگوی چهارپا خطاب گردد. دقت کنید آقایان بزرگوار، آقایان کارشناسا، حرفی نزنید که آبرو حیثیت شما در سطح بین الملل بره. کاری نکنید که کوس رسوایی شما حتی عرشیان و فرشیان را هم مبهوت بکنه. اینقدر یعنی دروغ پردازی نکنید، اینقدر جهل خودتون رو تو ماهواره جهانی به نمایش نگذارید، به ضررتون هست. حالا من نمیدانم آدم بابا جان دشمنی هم بکنه، دشمنی مردانه بکنه. بابا تو راست میگی، بر پدر و جد اجداد دروغگو لعنت. الله متعال میفرماید: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. و حق را با باطل نیامیزید و حقیقت را آگاهانه و در حالی که میدانید کتمان نکنید. در حقیقت دوستانی که این انتخاب کرده بودن دستشون درد نکنه، یعنی واقعا نمایش دادن سواد و به قول فضل این کارشناس. والا نمیدونیم چقدر باید آدم پست باشه، چقدر باید آدم رذل باشه. به قول میگن شرم و بی‌حیایی حد داره، ولی این واقعا از حد گذرانده.